رحمتالله شاهیمردانوف نویسنده تاجیک زبان ولایت سرخاندری ازبکستان اخیراً کتابی را به نشر رساند که چندین ده ساله آرزویش را میکرد، ولی به سبب مناسبت درست به قومیت و ملت در زمان اسلام کریموف پرزیدنت پیشین ازبکستان این کار سخت و گران بود. مؤلف این کتاب میگوید مقصد از نشر آن شناخت مردم منطقه از تاریخ نیاگان خود و بلند برداشتن هویت و خویشتن‌شناسی آنهاست. راستی گپ از این 20-25 سال پیش یک نوع تزریق ها وجود داشت و در نتیجه همین تزریق ها یک چند مکتب ها به زبان دیگر تعلیم به زبان دیگر گذاشته رفت، لیکن خوشبختانه زیر منم سیاستی خردمندانه محترم پرزیدنت ما سرور ما شوکت میرزایف امروز در بایسون چندین مکتب های تاجیکی باز در خود را گشودند و امروز فرزندان تاجیک به زبان مادری به زبان اصیل مادری خویش تعلیم گرفته هستند. در ناحیه بایسون ازبکستان چندین هزار تاجیکان بومی زندگی میکنند و اساساً در دو دهه بیبی شیرین و شیرین آباد جایگیر شدند. بعدی به سر قدرت آمدن شوکت میرزیایف که مردم اینجا میگویند مناسبت با آنها خوبتر شد و حتی 3 سال پیش مرکز فرهنگی تاجیکان را باز کردند. در بایسون اساساً دو ملت، دو خلق ازبکان و تاجیکان زندگی میکنند. اگر مقدار عمومی آنها را به حساب گیریم قریب که برابر برای رشد رونق زبان مادری زبان تاجیکی بسیار امکانات ها فراهم آورده شده است. در مکتب ها صنف های تاجیکی عمل میکنند. یک صحیفه روزنامه بایسون به زبان تاجیکی نشر می شود، از چاپ می براید. ما در همین مدت کوتاه یک چند کتاب ها را تقدیماتش را گذراندیم، یک چند کتاب ها از نشر برآمدند. حالا در این منطقه بیشتر از 10 مکتب تاجیکی و دو زبانه وجود دارد و همکنون فعالان تاجیک زبان این منطقه سعی دارند باغچه های کودکانه را هم برای نسل نو باز نمایند. برای تعلیمات نورسان در مکتب ها نویسندگان موافق با برنامه تعلیم خلق ازبکستان کتاب های تاجیکی را آماده کرده ایستادند و در ردیف آن به کتاب های تاریخی تاجیکی نیز اهمیت دادند. کتاب دهه بیبی شیرین و زادگان سربلند آن پاسپورت دهه بیبی شیرین است. این شناسنامه ما است. ما به اهل جهان و اهل دهه‌های دیگر میشناسند. این دهه به خاطر مقبره قدیمترینش با نام بیبی شیرین چنین نام گرفته است و در مرکز ناحیه بایسون ولایت سرخاندری ازبکستان جایگیر شده است. ناحیه بایسون که حالا به حدود همسایه کشور تاجیکستان داخل است، یکی از موضع‌های کوهستانی دولت‌های قدیمی یونان و باختر دانسته می شود و طبق نوشته کتاب تاجیکان باباجان غفوروف در گذشته آن را دروازه در مرز تخارستان و سغد باستان می گفتند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه بایسون ولایت سرخاندری.